خب با سلام و وقت بخیر خدمت همه کاربران عزیز، دوستداران من و همه کسایی که این ویدیو رو مشاهده میکنن. ببینید این ربات میشه گفت نظر شخصی منه و میشه اثباتم کرد که اولین ایردراپی تو کل دنیاست. بچه ما میگیم ایردراپ تموم میشه، یه تایمی داره تموم میشه. خب چرا میگم ربات این؟ خب ولی چرا میگم ایردراپ؟ چون اکثر این چیزا رو ما به ایردراپ میشناسیم، ولی حالا من میگم ایردراپ یا ربات، کلا منظورم رباته. چون میگم ایردراپ یه تایمی داره، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه بعد تمام میشه. من نزدیک 1 سال و نیمه که دارم تو این ربات فعالیت میکنم، پس این تموم نمیشه. یک رباتی هست که به شما یک توکنی میده به نام توکن زنبور یا بیز. بچه‌ها نگاه کنید اسمش چیه، چون کامل میخوام باش آشنا شید. بالا رو نگاه کنید، بیز، این اسم این توکنه. خب خود من چیکار میکنم بچه‌ها؟ وقتی که استارت میکنم میام از این 3 قسمت و این قسمت مو رو که اگر بزنید دقت کنید دوره ویو پست داره، توییتر داره، فعالیت میکنم و که 2 تا پایینیا چیزی نیست، این 2 تا پایینیا رو زیاد مهم نیست. خب حالا یه بک کنیم، دوباره بک بزنیم، برگردیم. پس یادتون باشه از این 3 تا و مور که یه توییتر داشت و یه دونه ویو پست فعالیت میکنم، تسکاشو انجام میدم. این 3 تایی هم که میبینید این بالا یکیش ویزیت سایت که الان با هم میزنیم، جوین چنل، جوین بوتس و غیره. خب ببینید قبلا ما از این ربات ویدیو زیاد ساختیم. قبلا اینجوری بود که برای برداشتش بچا برداشت زنده هم میزنیم تا آخر با من باشید. قیمتش هم که میخوایم بفروشیم و هر کاری کنیم همه رو الان بهتون نشون میدم و انجام میدیم. روی بالانس قبلا که میزدیم بچا اینجا ویدرا میومد و برداشت میزدیم، ولی الان این شکلیه که وقتی و بالانس رو میزنید موجودیتون رو نشون میده. ببین بچه ما تیکه تیکه میرم همینجوری بهتون میگم. برداشتش بچه 25000 توکن خودشه که الان من 68000 تا دارم، یعنی میتونم برداشت بزنم. 25000 تاست و وقتی به 25000 تا رسید اوپن ولت رو که بزنید دقت کنید اینو که میزنید یه صفحه باز میشه. اوکی خب تو این صفحه که میاد ببین دوستان، من این نکته رو بگم، این ربات 2 تا دیگه توکن داره که ما توکن شیبا و لایت کوین هم تو ارزم به حضورتون تو یوتیوب و تلگرام آموزش دادیم. ما در مورد توکن بیز داریم میگیم بهتون که خیلی راحت میتونید بفروشید. یعنی داشتم میگفتم اولین ایردراپی توی دنیا که شما میتونید بفروشیدش در جا، تایم نداره مثلا 1 ماه دیگه لیست میشه، 1 ماه دیگه نقد میشه، کی نه همه چی دست خودتونه. از این توکن 25000 تا در بیارید همین الان بفروشید، تمام. بهتون میگم تو تراس والت هم این کار انجام میدید، کنترکت آدرسش هم بهتون میدم. خب بچه وقتی میاد به این بخش شما روی ویدرا کلیک میکنید، دقت کنید میگم قبلش باید 25000 تا داشته باشید، اینجا 25000 تا باشه یا بیشتر. خب اومدید این قسمت میایم پایین میایم پایین. خب اینجا میگه آدرس توکن بیزتون رو بدید یا بی ام بی تون رو. یکی از دوستان برداشت زده بود اینجا توکن بی ام بی رو داده بود به جای بیز، گفت من اشتباه کردم. گفتم نه بچه‌ها نکو یه چیزی هم بهتون بگم، شما مثلا یه توکنی دارید به نام توکن الف، کاری ندارید رو شبکه بایننس اسمارت چینه، چه آدرس توکن الف رو بدید چه بی ام بی، جفت آدرساشو برید نگاه کنید یکی. الان شما برید آدرس توکن بی تون رو نگاه کنید زنبور و آدرس توکن بایننس اسمارت چین یکی آدرساشون، چون به خاطر اینکه این رو شبکه بی ام بی دیگه آدرس یکیه. پس میتونید همینجا بی ام بی بدید هم آدرس توکن. من اینه بچه‌ها خود توکنه که من اضافه کردم به تراس والت. شاید بگید بچه‌ها چرا اینجا اصلا قیمتی نداره؟ نه این توکن لیست شده ولی به این شکله که هنوز قیمت گذاری توی حالا توی تراس والت حالا قیمتش نیومده، ولی میتونید همین الان این کارو انجام بدید بفروشیدش. به چه صورت من بهتون نشون میدم. روی سواب بچه‌ها الان یه موضوع دیگه، تراس والتتون رو حتما آپدیت کنید، چون تو آپدیت های جدید بچه‌ها همه توکن ها ایردراپ هایی که قدیم هم زدید حتی میتونید الان بفروشید. به چه صورت این بفروشید که من میگم منظور همون سواپه. چجوری؟ روی سواب میزنید هر توکنی که دارید، خب حتی ایردراپ دارید روی سواپش بزنید. خب میاد توی این قسمت یه ذره صبر کنید، بعد روی این قسمت بزنید، یعنی همه موجودی اون توکنتون، بعد پایین میگه که به بی ام بی یا پالیگان یا هر توکنی که پایین میفروشه چقدر میفروشه. بچه‌ها الان ارزش توکن من $2.81. من روی کانتیم بزنم در جا میتونم به بی ام بی رو تبدیل کنم، بی ام بی من بفروشم. حالا یه چیزی بهتون بگم، 1-2 سنت هم بی ام بی ازتون میگیره، ولی بعد تو کیفورتون 1-2 سنت بی ام بی داشته باشید. حالا اگه نخواستید من خودم این کار نمیکنم، میام روی این بی ام بی میزنم، دقت کنید. خب بچه‌ها تمام این توکن ها همه رو، هر کدوم این توکن هایی که میبینید میتونید تعویض کنید با همه این توکن هایی که میبینید. دقت کنید حتی شیبا
وسط صفحه شیبا رو نگاه کنید بچه‌ها. میتونید برید حالا یه توکنی رو انتخاب کنید. ببینید نهنگا بچه‌ها، نهنگا کسایی هستن که دارایی خیلی زیادی دارن، مثلا میرن تو بازار یه توکنی رو میخرن، میدونن بعدن قیمتش میره بالا. شما برید مثلا نهنگا چه توکنایی خریدن شبکه بی ام بی، شما برید اونو تبدیل به اون کنید. مثلا یعنی چی؟ مثلا حتی ناکا پنکیک سواب رو تبدیل به اون کنید. ناکا اینها بذار من بزنم ببینید. ناکا پنکیک من زدم، ناکا پایین به من بابت اون انقدر 1.5 به مبلغ 2.80 سنت پنکیک سواب میده. حالا من میزنم بچه‌ها، ببین نکن چقدر توکن هست. برید پیدا کنید. این نظر منه. توکناتون رو بیزتون رو جمع کنید، اینجا خواستید سواب کنید، برید بگردید این چه توکنی، مثلا مثل بیبی دوج. اینا کنید بیبی دوج هم میگم هر چی که رو شبکه بی ام بی دیگه، تمام توکن های رو جهان تمام شده رفت. حتی اتریوم شبکه بی ام بی، بچا اتریوم رو بزنم نگاه کنید، $2 خورده به من بی ام بی میده، چی اتریوم میده. دیدید رو شبکه بی ام بی دیگه بالاخره اتریوم رو هر شبکه‌ای داشته باشید قیمتش بالاست دیگه، میتونید بفروشید. تمام شده، همه صرافی‌ها میخرن. خب بیایم پایین‌تر. خب توکن ها رو بهتون نشون بدم، یه لحظه ما همراه باشید. بچا توکن ها رو خودتون نگاه کنید. تتر بی ام بی می شبکه بی ام بی، نگاه چقدر توکن های جذاب، و حتی این توکن هایی که بسیار معروفه اینا، این دوتا من میگم بهش وای اف آی. خب نگاه کنید چقدر توکن، حتی یونی سواب که من خودم خیلی دوستش دارم، یا این توکن بچا، این توکن خیلی عالیه. این از اوناست که بعدا خیلی پول دارتون، ولی قیمتش بالاست. من فکر کنم دونه $24. یا نگاه کنید بچا، خیلیه. من برم پایین تا ابد توکن هست. همه اینها رو میتونید تعویض کنید. من همینجوری الکی میخوام وسط صفحه یه دونه بزنم که نگاه کنید. بچا پپ هم داره. اگه حالا بذار من استپو بزنم، این کپشن نگاه کنید، استپ همه رو میتونید تعویض کنید. حالا یه موقع یک ایردراپی دیگه تو کیف پولتونه میاد، این کارو انجام میدید بچا، این گزینه سبز که میاد قیمت بیاد میتونید عوض کنید و تمام. ولی یه موقع این اتفاق نمیفته. شده یه ایردراپی هست اینجا، یک گزینه زرد رنگ کلماتی مینویسه، یک گزینه زرد رنگ مینویسه کلماتی هست. خب و این گزینه کانتین سبزم نمیاد. این یعنی اینکه نمیتونید با اون توکن عوض کنید، یعنی لیست نشد، یعنی احتمال داره اون توکن، نمیگم فیک باشه، یعنی نگهش دارید، ممکنه بعداً اوکی بشه، ولی فعلا نمیتونید اون توکن رو تعویض کنید. پس این توکن بیز همین الان میتونید بفروشید. خب بریم به تلگراممون. من اول از همه کسب درآمداشو بهتون بگم و در آخرم این 68000 تا رو من بذار ما 68000 تا رو بچه اصلا بزنیم اول واریز کنیم. خب روی بالانس میزنیم، برداشتش اینجوریه، روی بالانس میزنیم، اوپن ولت رو میزنیم، باز میشه. دقت کنید قبلش بریم بچه‌ها به کیف پولمون، دقت کنید بچه‌ها نگاه کنید. من 60 و بذار ببینم یه بار دیگه، بذار ببینم 656 هزار تومان. این 32 آخر رو ولش کنید. 65 بخشی 656380 تومان توکن دارم، 656000 تا. اوکی. خب برداشت میزنیم روی ویدرا، اینجا کلیک میکنیم، میایم پایین. اینجا دوستان روی مکس کلیک میکنم، نکنید روی مکس زدم، کل مبلغم اومد. اینجا آدرس حالا باید بدم، میام به کیف پول تراست ولت، یا میایید روی این رو ریسیو میزنید. دقت کنید نکن بچه‌ها، روی ریسیو که زدم این آدرس رو نگاه کنید، کار دارم، یا اینو کپی کنید بدید از این پایین کپی، یا بیاید آدرس بی ام بی رو بدید. ولی آدرس رو نگاه کنید بچه‌ها، الان من میرم تو بی ام بی. خب آدرس بی ام بی من با این یکیه الان، یعنی هم میتونید همین آدرس رو کپی کنید بدید، هم بریم داخل بی ام بی. دقت کنید این بی ام بی روی ریسیو میزنیم، نگاه کنید همون آدرسه، یعنی شما میتونید حتی همین آدرس بی ام بی رو بدید، روی کپیش میزنم، من بی ام بی رو اصلا میدم. خب ولی خودش گفته اینجا گفته آدرس توکن بیزو بدید، میگم فرقی نداره بی ام بی بدید یا فقط زردر ندید بی ام بی مشکه. الان من اینجا آدرس رو میدم و روی کانفرم این پایین آ بی ام میزنم. بچه‌ها نگاه کنید الان میزنه که یه گزینه سبز میاد، میزنه که آقا برای شما ارسال شده. خب یه خورده صبر کنیم. خب بچه‌ها نگاه کنید زد با موفقیت ساکت ویدرو شما پایین نوشته واریز شده. حالا یکی دو دقیقه دیگه میریم تراست والت، یک رفرش هم میزنیم و تمام. بریم برگردیم به تلگرام. من اول از همه به شما بگم که چجوری کسب درآمد کنید. پایین بک رو میزنید بچه‌ها. اولی که ما رو بالانس بزنیم موجودیمون صفره، نگاه کنید تموم شد چون واریز کردیم دیگه. خب بچه‌ها این کسب درآمدش به این صورته که بعد رو ویزیت سایت و جوین چنل و جوین بوتس و مور بزنید و ازشون پول در بیارید، یعنی بهتون توکن بیز میده.
خب فقط یه موضوعی بگم بچه قبل از اینکه آموزش کسب درآمدش رو بگم چه جوری باید پول در بیارید. این وقتی که میزنید برداشت میزنید دوستان همون درجا واریز نمیکنه، یه چند دقیقه، یه ساعت، 2 ساعت طول میکشه. نگران نباشید، درجا واریز میکنه. اگر پول نیاز داشتید به سواب کنید از قسمت سواب با یه توکن دیگه ای، خب با این بچه‌ها حتما سوابش کنید. خب مثلا اگه حالا بی ام بی توی کیف پولتون دارید، به نظر من با شیبا خوبه. با شیبا عوض کنید، میخواید بفروشید با شیبا، اینا شیبا با شیبا عوض کنید و شیباتون رو بفروشید. اگه میخواید نگه دارید پول در بیارید، بگردید توکنای خوب ببینید چیه. حالا من میگم پپه خوبه خب، ولی حالا باز میتونید مثلا پپه اینا رو بگیرید نگه دارید، بعدن قیمتش رفت بالا بهتر بفروشید. خب بذارید ما یه رفرش دیگه بدیم. خب دوستان بریم برای آموزش خود ایردراپ. خب ببینید ویزیت سایت الان به من یه دونه حالا تسک داد نکنه ویزیت سایت که زدم، وقتی روش کلیک کنید این صفحه اومد. ویزیت سایت هم به همین شکله. اول این اوپن لینک رو میزنید، یک لینکی باز میشه. اوکی اینا کنید، بذار باز کردن رو بزنم باز. یک سایتی، یک صفحه باز میشه که بالا دوستان شمارش بذارید کامل باز شه، برای شما شمارش میندازه. اوکی نکنید اگر 0 بود یه 2-3 ثانیه صبر کنید. کلا 2-3 ثانیه بوده این سایت، یه اونی 30 ثانیه است، یه اونی 50 ثانیه است، یه اونی 240 ثانیه است. اونه که ثانیه‌اشو خیلی بالاست خیلی بیشتر بهتون میده. الان برای من 1-2 ثانیه بود، دیدید که صفر شد سریع تموم شد. بعدش رو قسمت ضرب در میزنید و وقتی بیاید داخل دوستان هزینه‌شو دوباره به شما میده. ببینید اگر برای من الان هزینه‌شو واریز نمی‌کنه چون من دیدم اینها رو جای دیگه و نمیذاره، چون من مثلا شیبا رو تو 2-3 تا اکانت تلگرام باز کردم چون میخوام به شما آموزش بدم دیگه. به این صورت چیز دکمه چیزی نمیخواد بزنید. وقتی برگشتید از سایت اومدید بیرون توی این صفحه هزینه‌شو این پایین بهتون میده، هیچ کاری نمیخواد کنید. بذار ببینم ویزیت سایت بزنم، بگو بازم داره میده. اوکی به این صورت اوپن لینک رو میزنید. خب جوین چنل هم بزنم دوستان. جوین چنل هم باز شد الان برای ما، الان داد چون تسکاشو هر ساعت، هر 2-3 ساعت یه بار، هر روز بهتون میده دیگه. بعد بیاید هی چک کنید. الان جوین چنل باز داد که روی قسمت اول رو قسمت بالا جوین چنل میزنیم، میاد توی کانال تلگرامی یا گروه یا هرچی هست. پایین رو پیوستنی عضو شدن میزنیم، بک میکنیم برمیگردیم، حالا رو قسمت جوین میزنیم، روی این قسمت سبزه و هزینه‌شو به ما میده. میگم اگه واریز نمیکنه به خاطر اینکه من قبلا جای دیگه زدم هزینه‌شو بهتون میده. اوکی خب دوستان جوین بوتس هم حالا بذار یه بار دیگه بزنیم. جوین بوتس هم به این شکلی که روی این قسمت کلیک میکنید، نکنید روی این قسمت اول وارد یک بخشی میشه، تو قسمت پیوستن کلیک میکنیم، بک میکنیم، روی استارت سبز میزنیم تا هزینه‌اش رو به ما بده. ولی خب ببین دوستان قبلش باید شما یه کاری انجام بدید. روی این دیسلینک میزنید اول، دقت کنید میاد داخل. اوکی نیا کنید وقتی اومد داخل هیچ کاری نمیخواد انجام بدید، همین پایینی همین آخرین گزینه‌ای که هست کپیش کنید مثل من اینجوری، روی هدایت سمت راست پایین، حالا به انگلیسی هرچی نوشته روی این قسمت بزنید، اون ربات رو پیدا کنید و براش بفرستید. یا من ربات رو پیدا کردم حالا براش سند کردم. اینجا دوستان هزینهش رو به ما میده، به این شکل هست. یه قسمت دیگه بعدی داره کنارش سمت دکمه موره که ببینید 2 تا گزینه باز میشه که اولین گزینه ویو پسته، بعدی توییتره. ویو پست که طبیعتا میزنید، ناکو بذارید داره چیزی، آره داره، ناکو ویو پست که زدید یه پستی داره اینجا دیگه درست. اول بیاید بالا این 2 تا گزینه میبینید، اسکایپ و واچت. خب شما بعد واچت رو بزنید یعنی نگاه کردن، ولی قبلش بیاید پست رو یه بار نگاه کنید. پست رو یه بارش کلیک کنید باز میشه، بعد ببندیدش یعنی بک کنید، بعد بیاید یعنی یه بار دیدیدش. اوکی روی واچت بزنید یعنی دیدمش، پولشو بهتون میده. نکنید هزینه‌شو واریز کرد. توییترش هم در ادامه بهتون یاد میدم. نام کاربریتون رو باید به این معرفی کنید، به این ربات. مثلا شما نام کاربری توییترتون علی مثلا 3333. خب این ربات از کجا بفهمه شما اسم توییترت چیه؟ برای همین الان بهتون یاد میدم که چیکار کنید دیگه. از این به بعد خواستید برید داخل توییتر دیگه کاری نداره، فقط میرید لایک و کامنت و فالو این چیزا رو انجام میدید، پولش رو بهتون میده. ببینید خیلی میتونید از این ربات درآمد داشته باشید.
اوکی بریم با هم توییتر رو ببینیم به چه شکلیه. بریم رو قسمت توییتر پروفایل میزنیم، قشنگ دقت کنید. خب حالا اینجا که اومد رو قسمت لینک پروفایل میزنیم. اوکی خب اینجا چی میگه؟ میگه اول شما برید داخل لینک توییتر ما، اکانت توییتر ما، که روی قسمت شما الان باید روی این قسمت کلیک کنید. نگاه کنید روی این قسمت الان میزنیم، میریم داخل. خب فقط کافی دوستان فالو کنید. حالا من یه بار آن فالو میکنم، خب دوباره فالو میکنم. اوکی خب الان اوکی شد. فقط ما کافی الان برگردیم توی ربات. گفته که 3 دقیقه طول میکشه دیگه. خب ببینید دوستان پیغام رو به ما داد بعد از 3 دقیقه و میرید با موفقیت اوکی شد. دوباره ما رو میزنیم، توییتر رو میزنیم. نگاه کنید الان گزینه‌هاش اومد، روی ریتوییت و لایک و فالو، کامنت. حالا امیدوارم بتونیم استفاده کنیم که بهتون بگم. نگاه کنید الان فالو رو از پایین سمت راست میزنم من فالو رو. خب اینجا میدونید ببین نگاه کنید کلا توی این ربات همیشه اینجوریه، اولی رو میرید داخلش برای اینکه پول بهتون بده، دومی رو میزنید. پس اولی بالایی رو میریم اوپن پروفایل که فکر کنم میره داخل یه توییتری که باید فالو کنیم، فقط همین. دوستان مبالغ بالایی هم میده، حتما این کار رو انجام بدید. خیلی راحته، اصلا چیز خاصی نیست و میگم توی این ربات خیلی خوب میتونید پول در بیارید اگر واقعا بشینید کار کنید. من خودم دوستان 2 تا اکانت ساختم و دارم کار میکنم. خب طبیعتا ناسا، خب من خود ناسا بزنم چون فالوشو نمیبینم. رو خود ناسا زدم که طبیعتا فالو شده است دیگه. خب حالا ما یه بار آن فالو میکنیم، دوباره فالو میکنیم، مشکل نداره. خب بذارید من اول ببندمش، برگردیم به صفحمون. خب روی قسمت دام بزنیم، نکنید چکینگ پروکسیز، یعنی که الان چند ثانیه صبر کنه مبلغش رو بهتون میده. ببین لایکش هم که خیلی راحته، ولی من ریتوییت رو میزنم که هم لایک رو بهتون بگم. نکنید من الان اینو میرم داخلش، خب که لایک هم بهتون میگم، یعنی اگه لایک هم بزنید همین شکلیه بغل همه گزیناش. بریم اوپن توییت رو بزنیم، باز کنیم اول بهتون بگم که ریتوییت و پایینش که لایک بود کجاست، بغل همه. یعنی اگه شما ریتوییت رو زدید این گزینه که الان میگم رو باید بزنید، اگه پایینی لایک رو زدید لینک رو باز کردید این یکی که میگم میزنید. خیلی راحته، میایید پایین دوستان نگاه کنید، اگر ریتوییت رو زدید که همین الان من زدم اینو باید بزنید، اگر اون پایینی قلب رو زدید لینک رو باز کردید این یکی رو باید بزنید. اوکی خب الان ما ریتوییت باید بزنیم، ریفرش میزنیم اولین گزینه رو باید بزنیم ریتوییت، تمام. برمیگردیم دانو میزنیم. ببین الان بعد مبلغش رو به ما بده. خب میگه 15 ثانیه بعد صبر کنی. نکن 11 ثانیه مونده، یه بار دیگه بزنم. نکن 7 ثانیه، چند ثانیه مونده الان داد، یعنی اینکه مبلغش رو داد. خب ریتوییت و لایک رو بهتون گفتم، کامنت هم که دوستان می کامنت میذارید، همین به همین راحت. خب اینم دوستان واریزش برای من انجام شد. حدود 1 ساعت 2 ساعت بیشتر طول نکشید. اینم پیغامشه وسط صفحه میبینید 68,000 تا. بریم به تراس ولت و میبینید که 600 خورده بود شد 724,000 تا.